بر محمد و آل محمد. حضور شما علاقه‌مندان خبرهای ورزشی سلام عرض می‌کنم. صبح شما خوش. حسنا می‌ذارم راسیش زاویه و وقت نمقال همش رو زوختم ما هم بلاودم ما هم رد این زمین خوردنه. اما برسیم به سراغ میهمانان عزیزمون، دو تن از مربیان تیم‌های ملی اسکیت کشورم. خب آقای صدقی عزیزم، من میگم که چقدر این زمین خوردنه، چقدر رخ از این دقش شما واسه دست جانی که این بازی اسکیت داره توی حالا ماده‌های مختلفش به شما تو زندگیت کمک کرده؟ خدمتتون عرض بکنم که خب راجع به هیجان اسکیت که فکر میکنم از رخ این ورزش معلومه که چه هیجان‌ترین موضوعات زندگی من توی 20 سال گذشته همین اسکیت بوده به دلیل هیجان عجیبی که داشته. خب این هیجان رو تو زندگی ممنونم از حضورتون، دستتون درد نکنه. میلاد حضرت رسول هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای تیم ملیمون دارم، هم آقایان هم بانوان. از شما هم که به این بخش از برنامه صبح خیران توجه فرمودید ممنونم. ان شاء الله تا ساعت 9 ما رو همراهی بکنید. فعلا با اجازه شما. Ladies and gentlemen, are you ready? Let's count 3 in 3, 2, 1, go! Let's go!